از کارهایی که باید در این دهه الکی از فردا یا از همین شب انجام دهیم، البته اولینش چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی مخصوص گفتن فاکثروا فیها من التحلیل و تمهید و تکبیر. شما باید الحمدلله و الله اکبر و لا اله الا الله و سبحان الله و ذکر را زیاد کنید. و در فتح الباری هم آوردگی هستند در دیگر کتاب هایم که حتی عبدالله ابن عمر و حضرت ابو هریره و بعضی صحابه ها در این روزها در بازارها هم با صدای بلند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد میگفتند تا که مردم همراه آنها تکرار کند. یعنی این دهه را الله هم میگوید در این روزها باید ذکر بکنند، با ذکری که مردم را خاطر رسان میکردند با صدای بلند در بازارها هم تکبیر و یا گفتیم در بازارها هم ذکر میکردند. ما که نمیتوانیم در شرایط امروزه حتی در داخل وطن که 97% مسلمان است با صدای بلند تکبیر بگیم، حداقل بگذار در خانه هایمان در همین دهه ذوالحجه در خانه هایمان از تلفن هایمان از تلویزیونمان صدای تکبیر برایت بگذار، کودکانمان بدانند، بگذار اهل بیتمان بدانند که این 10 روز تکبیر است، 10 روز ذکر است، 10 روزی است که در خانه های مسلمان باید صدای الله اکبر بالا باشد. یعنی حداقل این سنتی که از بین رفته است و تقریبا در اکثریت دولت های اسلامی دیده نمی شود و حتی روز عید هم با صدای بلند در مسجد ها تکبیر نمی گویند، حداقل در خانه هایمان زنده بکنیم. و البته چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن عمل های صالح را زیاد کنید، نماز است که درباره نماز الله خودش میگوید که ولذکر الله اکبر، نماز از بالاترین ذکرهای پروردگار است. هم میتوانیم نمازهای نافله بخوانیم، نمازهای تهجد، نمازهای ضحی و پیش از همه در نمازهای فریضه خود، نمازهای 5 وقته که بعضا کوتاهی میکنیم، چخیل خواندیم نمیدونیم، دیر خواندیم، بر وقت خواندیم، سنت ها رو ترک میکنیم که گویا که رخصت است، گویان سنت رو ترک میکنیم. پایبند فرض و سنت و دیگر نمازهای نافله من در همین 10 روز باشه.